سلام، به کانال فیلم باشین خوش اومدید. تو این قسمت ما با 5 فیلم برتر بزرگسالان پیشتونیم که بهتون پیشنهاد میکنیم این فیلم های صحنه‌دار رو با خانواده نبینید یا با یه پارتنر پایه ببینید. شماره 5 سکس اند لوشا، سال ساخت 2001، IMDb 7، راتن تومیتو 71%. فیلم از سکس اند لوشیا یک فیلم درام عاشقانه اسپانیایی محصول سال 2001. داستان این فیلم در مورد رابطه عاشقانه لوسیا و دوست پسر نویسنده‌اش لورنزوس. لوسیا بعد از اینکه متوجه میشه ممکنه دوست پسرش خودکشی کرده باشه، به یک جزیره آروم پناه میبره که آنجا با دوست دختر سابق دوست پسرش روبرو میشه. What the fuck؟ و متوجه زوایای پنهان و تاریک زندگی لورنزو میشه که کاملا از اونها بیخبر بوده. شماره 4 بیترمون، سال ساخت 1992، IMDb 7.2، راتن تومیتو 63%. در نگاه اول بیترمون یا همون ماه تلخ داستان یک زوج متشخص انگلیسی که برای 7مین سالگرد ازدواجشون تصمیم میگیرن به هند برن. اونها که قراره با کشتی به استانبول برن در طول سفر با زوجی دیگه آشنا میشن. میمی یک زن رقاص جذاب فرانسوی و شوهر آمریکاییش اسکار که حالا فلج شده و با ویلچر حرکت میکنه. این فیلم شما رو به دنیای عشق، خیانت، انتقام و شهوت بین این دو زوج میبره، به تاریک‌ترین نقاط روح یک انسان. شماره 3 Eyes Wide Shut، سال ساخت 1999، IMDb 7.5، راتن تومیتو 76%. چشمان کاملا بسته با بازی جذاب تام کروز در نقش دکتر بیل و نیکول کیدمن در نقش همسرش آلیس داستان جذاب و مرموزی رو روایت میکنه. دکتر بیل به همراه همسرش به مهمونی یکی از سرشناسان نیویورک دعوت میشه. صاحب مهمونی از دکتر بیل میخواد به طبقه بالا بره و زنی رو که موقع عشق‌بازی از هوش رفته رو معاینه کنه و این شروع شک، حسادت و انتقام بین دکتر بیل و آلیسه. شماره 2 Call Me By Your Name، سال ساخت 2017، IMDb 7.8، راتن تومیتو 94%. داستان فیلم مرا با نام خودت صدا کن در تابستان 1983 در ایتالیا اتفاق میفته. داستان پسری 17 ساله به نام اولیو که همراه پدر و مادر خودش در روستایی در شمال ایتالیا زندگی میکنه. پدر اولیو که یک استاد باستانشناسه هر سال تابستون دانشجوهای دکتری رو به خونه خودش دعوت میکنه و این بار الیور مهمون اونهاست. در حالی که الیور با دوست دخترش رابطه عاشقانه داره، اما سفرهای محلی اولیو و الیور باعث میشه رابطه اونها از یک دوستی ساده فراتر بره. Call me by your name and I'll call you by mine. و اما شماره 1 گل سرسبد این لیست، هندمیدن، سال ساخت 2016، IMDb 8.1، راتن تومیتو 96. فیلم کره‌ای هندمیدن یا کنیز اولین بار در جشنواره فیلم کن اکران شد و نظر مثبت منتقدان رو به خودش جلب کرد. داستانی عالی، شخصیت پردازی عالی تر، بازیگران ماهر و البته کارگردانی بسیار بی‌نظیر که همگی در موفقیت این فیلم نقش داشتن. این فیلم داستان دختری به نام سوکی از طبقه فقیر جامعه است که به عنوان یک خدمتکار وارد یک خانواده ژاپنی ثروتمند میشه. سوکی قصد داره به یک کنت قلابی کمک کنه تا با بانو هیدکو ازدواج کنه و ثروت بی‌پایان اونو مال خودش کنه. اما عموی هیدکو که با اون زندگی میکنه کلکسیونر کتاب‌های مستهجن گران قیمته. قصد داره خودش با هیدکو ازدواج کنه. ببینید چی میشه. یادتون نره که این ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید.